دوستان سلام، وقت شما بخیر. فرصت کمه و بسیار عجله داریم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان، اما علت عجله تو رو نفهمیدم. علت عجله مشخصه، قطار سریع و سیر پیشرفت رئیسی سرعت نور و صوت و همه اینا رو رد کرده، رسیده به این نقطه که میبینی. رشد اقتصادی در 10 سال گذشته تقریبا صفر بود. اولا این مال دولت‌های قبلی، ربطی به رئیسی نداره. تو این 2 سالی که رئیسی اومده سر کار 2 تا دغدغه اولویت داره. یکیش خوردن ناهار سر وقته، یکی منزوی کردن آمریکا که حالا نگاه میکنیم شیوه منزوی کردن آمریکاشون هم الان هست. می توانیم با حذف دلار در معاملات تحریم ها را بی اثر و آمریکا را منزوی کنیم. یعنی الان دلار رو حذف کردن اینا. این 7 میلیارد دلاری که از آمریکا گرفتن چی بود داستانش بود؟ بله. ببین دقیقاً پروژه حذف دلار از همین گرفتن 7 میلیارد استارت خورد. یعنی 7 میلیارد داده بودن، چون دلار رو از معاملات حذف کردن 6 میلیارد گرفتن. این 1 میلیاردی که آب رفت داستان حذف شد در واقع. همون راهبرد رئیسی بود دیگه. یکی همین بود که پولاشون از کره اومد قطر نزدیکتر شد، یه فاصله کمتر. تو یعنی از بانک‌های کره اومد بانک‌های قطر. پس این دیپلماسی عزت که میگفتن چی شد؟ دیپلماسی ذلت شد که. دقیقاً. ببین داستان این حذف دلار، حالا جالبه بگم تو کره جنوبی ارزش پولش خیلی کم اومده پایین. اگه مثل این کشورهایی بود که رئیسی هر از گاهی میره ونزوئلا اینا ارزش پولش میومد به اون مقدار میومد پایین، 6 میلیارد برای دستی میدادن، به خاطر اینکه ارزش این موقع اونا خیلی از اون موقع کمتر بود. داستان این رژیم و رئیسی و این بازیایی که در میارن مثل اون یارو بود که خورد زمین برای اینکه از تک و تا نیفته تا خونشون سینه خیز رفت. اینا هم یه چیزی گفتن پاش وایسادن، ولی اینکه از جیبشون هم دستی بدن. بله فیلمش هم هست. ولی بابک اینایی که گفتی هستا، یعنی حرفی توش نیست. اما اینو چی میگی تو؟ این ادعاهای اینو چی میگی؟ من خیلی الفاق کردم، گفتم 8 سال الی 10 سال آینده ایران بهشت روی زمین خواهد شد. تئوریسین های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است. اونا قبول دارن، اونا دارن سال میدن، خودمون قبول نداریم. من از برخی از نیروهای خودی تعجب میکنم که در این موضوع شک دارن. تئوریسین های آمریکایی چی گفتن؟ دیگه برای 2030 ما دیگه قدرت نیستیم. آمریکا 251 سالشه الان اعلام میکنن که 40% زیر خط فقرن، ما 16%. ما 44 ساله، اون 251 ساله. الان کم کم زیر ساختمون داره به بهره برداری میرسه. آماری که میدم مال اونوره. ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم. بعد ببینید همون کشورهای پر ادعا، ببینید رتبه‌های چند رو دارن. ما تو 5 کشور اول علم فضایی. اینو من هیچی نمیگم، همش هم قبول دارم. ببین رژیم در تولید زباله و انگل‌های مثل این رده 1 دنیاست، با اختلاف نجومی و تولید انبوه رسیده. هیچ رقیبی نداره. در مورد ادعاش در زیر خط فقرم به نظر من ارفاق کرده. در بین مقامات و کارگزاران رژیم کسی زیر خط فقر نیست. میلیون ها کیلومتر بالای خط فقرن، به سعودی هم دارن میرن. فقط 1 نفر خامنه‌ای زیر خط فقره، روز زیلو زندگی میکنه. مهمونم میاد خونهش، مجتبی رو میفرسته از خونه همسایه، یخچال خونه همسایه یک مقدار حلورده بلند کنه که مهمون جلوی مهمون آبروشون نره. من اینو قبول دارم. به لحاظ فضا هم راست میگه، کل مملکت رو هوا و فضاست و بی‌رقیبن. تازه خیلی از دستاورداشون رو نگفت. مثلا در زمینه رسیدگی پزشکی به مراحل جدیدی رسیدن، یه فیلمش منتشر شده، ببینید.
مصدوم بود، داشتن مصدوم رو منتقل میکردن. بله اینجاست که اون مصدوم با همون حالت صدمه دیده میگه تو رو سر جدتون من رو منتقل نکنید، چون اگه از این صدمه و جراحت جون سالم به در ببرم، از این شیوه انتقال جونم رو از دست خواهم داد. مهران صحبت از دوا و درمان شد، تو میتونی بگی چند شیوه درمانی که خاص رژیمه وجود داره؟ والا شیوه های درمانی آخوندا که زیاده، یه باید درمانی دارن، یه دروغ تراپی دارن، آخوند رئیسی ماشاءالله درمانی داره، ایشالله درمانی داره، پاسدار سلامی قمپوز درمانی داره، بازم هست. بله یکیشو یاد رفت بگی، شاید چون جدید اومده از دست دادی. بوسه درمانی هم داریم چون الان جدیده. بله کارگزارا و مقامات رژیم افتادن به بوسیدن کف پا و دست جوونا. پکیجش رو با هم ببینیم که برات ماده بشه. جوانان عزیز، دختر خانوما، آقا پسرها، من نوکر شما هستم، دست شما رو میبوسم. من واقعا به عنوان یک خادم کوچک این سپاه و بسیج کف پای این عزیزان را میبوسم، دستهای شما را میبوسم، واقعا میبوسم. من از همه شما عزیزان صمیمانه تشکر میکنم، خاک پای شما را میبوسم. حالا چی شده اینا افتادن به دستبوسی و پابوسی از جوونا؟ بی حکمت نیست. ببین اینا دارن تمرین میکنن، آماده میشن برای روزای سرنگونی که باید تو هر خیابون و هر کوچه تو شهرهای ایران کف دست و کف پای جوونا و مردم ایران رو ببوسن. برای همین این آمادگی اون دورانه. البته یکی از پاسدارا قبل از اینا بند و آب داده، نگاه کنیم. گیر به جنبیم جوانانمون رو بردن، گیر به جنبیم لشکری در مقابل ما شکل خواهند داد. بله این لشکری که گفت خیلی وقت شکل گرفته، روز به روز هم قوی تر میشه. این همه لشکر آمده علیه رهبر آمده، این همه لشکر آمده علیه رهبر آمده. بابا یادت آخوندا میخواستن کاخ سفید و نمیدونم هیئت و حسینی و اینا بکنن، چی شد بالاخره اون داستان؟ اونو انجام ندادم، ولی الان یه پروژه جدید دارن، میخوان دیزنیلند اسلامی درست کنن. آها یعنی دیزنیلند ولایی دارن. بله ولایی که از توش ولایت بتراود. حالا این خبرش بود، توضیحات اون کسی هم که میخواد اینو بسازه رو گوش کنیم، اونم جالبه. مراحل اداری شده اگر به مرحله کلنگ زمین رسید ما انشاءالله در یک فضای بسیار خوب داره اتفاق میفته. تا اینا رو ما باید مراحل قانونی شد یکی پس از دیگری طی کنیم، متناسب با زیست بوم ایرانی اسلامی داره شکل میگیره. مثلا باغ‌های ایرانی توش دیدیم متناسب با شرایط نوع معماریش ایرانی و اسلامی نوع برنامه‌هایی که داره اجرا خواهد شد، همه اینها داره اتفاق. ما که سر در نیاوردیم این دیزنیلند ولاییشون چیه، خودش هم سر در بوم ایرانو که زدن درب و داغون کردن، هر کی باغ و جنگل که زدن خوش کردن، خونه ملت رو که ویران کردن، بعد حالا میخوان یه دیزنیلند ولایی بسازن اونجا جنگل و زیست بوم درست کنن. بله میگن میمون هرچی زشتره عداش بیشتره. من تو فکر زیست بومشی، من فکر کاراکترهای دیزنیلندم. احتمالاً سر کاراکترهای دیزنیلند یه عمامه میذارم، مثلا حجت اسلام میکی ماوس، آیت الله دانالد داک. هفت کوتوله هم از سفید برفی طبق لایحه حجاب و عفاف جدا میکنن، باهاشون شورای فقهای نگهبان تشکیل میدن. سیندرلا رو هم درجا گیر میدن، تحویل گشت ارشاد میدن. ما باید تو کامنت علاوه بر بخش‌های مختلفش یه بخش سوتی بازار هم بذاریم، از بس که اینا سوتی میدن. مثلا یک بازجو خبرنگار به نام آمنه سادات ذبیح پور که تو تلویزیون خامنه‌ای مدام دنبال این بود که بگه خبرنگار مستقل و اینها، حالا ببین چی جوری توی مصاحبه بند و آب داد و معلوم شد مهره امنیتیه. یادمه که یه ابتکاری به خرج دادم، گفتم آقا یه سری اطلاعات هست دست نخورده است، دست نهادهای امنیتی، نه به درد آرشیو میخوره، به درد علام میخوره که مردم بدونن. اینا رو بیارید بیرون احسا کنیم، استفاده کنیم توی گزارش همون.
باعث شد یکم لول گزارشات متفاوت بشه، یکم گزارشات تغییر کنه و دیده شد. این به خصوص از سال 96 به بعد این موضوع اتفاق افتاد و گزارش ها دیده شد. من گفتم این داشت خاک میخورد، بدین من باش گزارش درست کنم، مقولات امنیتی. یه طرف اومد ابرو برداره زد چششو کور کرد، اومدن اینو سفید سازی کنن. این لو داد که اصلا بازجو خبرنگار برای این کمه، این خودش بازجوه. ببین این چه آدمیه، انقدر با نهادهای امنیتی رژیم عیاقه که بهشون میگه کدوم پرونده رو به من بدید، کدوم پرونده دیگه به درد شما نمیخوره. آقا ما به خودمون انتقاد میکنیم، بازجو خبرنگار چی؟ این خودش بازجو مدیر رده بالای اطلاعات رژیمه. خبرنگار چیه کنارش گذاشتیم؟ هم گفتیم خبرنگار نیست، این اصلا نفر وزارت اطلاعات تو رژیمه، چون انقدر دستش بازه که میره میگه کدوم پرونده دیگه دورش خارج شده بدید من فیلم درست کنم. ما بار پیش از این سخنگوی دولت آخوند رئیسی گفتیم که برگشته بود گفته بودش که رئیسی از خبرهای گرونی اجناس خوابش نمیبره. حالا ظاهرا خوابش برده، الان یه برگ جدید رو کرده، گفته که رئیسی با درد یتیمی بزرگ شد. اینم کارش شده ذکر مصیبت برای رئیسی. یعنی الان مشکل خواب رئیسی که بود، مشکل یتیمی رئیسی هم. یعنی الان باید همه بگردن یه پدری واسه رئیسی پیدا کنن. اون دفعه همه دنبال این بودن اینو بخوابونن، الان باید دنبال بابا بگردن. رئیسی که خودش میگه من تو دامان خمینی و خامنه‌ای بزرگ شدم در اوین، شکنجهگاه اوین. بعد این خودش آدما رو یتیم میکرده، چطوری شد که درد یتیمی کشیده؟ در مورد این بهادری جهرومی هم بگم خوب داره نقش انتر بازی میکنه. منتها رئیسی که لوتی نیست، ولی این تو نقش انتر قشنگ داره کار میکنه. از پسش بر یعنی قشنگ سخنگوی دولت رئیسی میاد ذکر مصیبت رئیسی میخونه، یه جای دوست کجاست جای دشمن نشون کجاست نشون میده و تموم میشه. خب رسیدیم به بخش آخر و کامنت یک جمله‌ای. من یه ضعیفم توش ولی ببینیم با هم. و من به شما عرض میکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید. هر کسی دیگه گفت جز رئیسی میشد یک کمی روش تأمل کرد. به رئیسی باید بگیم اون وعده هایی که دادی همه رو انجام بده. از اون 4 میلیون مسکنی که قرار بود بساط‌های قبلی رو جمع کن. بساط‌های قبلی که قرار بود جمع کنی 4 میلیون مسکن و نمیدونم اینترنت رایگان و از این حرفا که میزدی، نرخ تورم و بیکاری و الا ماشاءالله 57 تا وعده دادی. میدونی که من فقط یه بار شمردم 57 تا وعده. بعد میرسیم به داستان کشف حجاب و خیابون که خواهیم دید کی بساط کیو جمع میکنه. بله، با تشکر از این کامنت چند جمله‌ای. من یه جمله‌ای که نبود، یه فعل به کار میبرم دیگه. فعل شاخص جمله است. هست کامنتی برای هر خبر. با شعر گفتیم، منم با شعر جواب میدم. من یه بار دیگه بگم که فاصله. بله قافیه هست کامنتی برای هر خبر. وعده ما هفته و کامنت و دیداری دگر. سرفراز پیروز باشید. خدا نگهدار.